بسم الله الامن الاقدس. کتاب پنجشن، اول صفحه 4 تا آخر، تا اواسط صفحه 6. اگر اراده قرب او را داری، اختیار کن قرب من یظهره الله را و بدان که جوهر کلام و مجرد ختام این است و جز این نیست که آنچه من الله ظاهر از عرش حقیقت ظاهر و آنچه الی الله صاعد الی اعراش حقیقت منتهی و ثابت و این است حجاب الله امن اقدس و مرآت الله ارفع ابها و ظهور الله اشرف اجلا و بطون الله ازواج اعلا. اگر منتهی نمودی کل عرفانت را به من یظهره الله، به ثمره عرفان خود رسیده ای. و اگر منتهی نمودی کل رضای خود را به ما یشهد علی رضای عنک، به غایت حظ وجود خود رسیده ای از جود او و آن وجوده به نفسه دلیل علی امتناع وجوده و ان وجود آیاته به ذاته دلیل علی ارتفاع آیاته. و تصور ننمایی که غیر از او ظاهر است یا دون او باهر، لا و نفس العجل الابها، غیر از او اولی نبوده و غیر او آخری نخواهد بود و غیر از او ظاهری نبوده و دون او باطنی نخواهد بود. کل اعراش حقیقت را یک مشت خاک ببین که کل به ظهور او متجلی گشته و اگر غیر او ظاهر در آنها بود چرا قبل از تجلی او ظاهر نگشته؟ ولا ریب ان لله الامر من قبل و من بعد و کل له ساجدون. و بدان که در هر ظهوری اول دین کلمه لا اله الا الله بوده و کل شؤون متزوته در هر دین شؤون این کلمه مرتفعه بوده و مظاهر این کلمه را از اول بلا اول الی آخر بلا آخر حی بدان. و بدان که این کلمه کل شیء است، زیرا که کل شیء از دو شق بیرون نیست، یا از نار است یا از نور. اگر از نار است در ظل نفی ببین و اگر از نور است در ظل اثبات مشاهده کن، در ظل اثبات مشاهده کن. و تحقق این دو شأن به نفس ظاهر در ظهور می شود. نظر کن در شمس و مرآت، چون مقابل می شود شمس ظهور در آن منعکس می شود. آن مرآت را اولا اثبات در عرفان بیان می گویند، آن مرآت را ادله اثبات در عرفان بیان می گویند و هر نفسی که محتجب ماند ظهور نقطه بیان در او منعکس نمی شود. این است که خلق نفی می شود. و بدان که در این ظهور چون که ظاهر شد شمس حقیقت که مالک نار و نور است، اول من اقبل شجره اثبات شد الی یوم من یظهره الله. هر مؤمن که مهتدی شود شأنی است از شؤون اثبات. قل صلی اللهم علیه بما انت اهل و مستحقه و اول من احتجب نفیون و کل شؤون احتجاب الی یوم من یظهره الله شؤون اوست. قل اللهم خذه و اعدمه بما هو مستحق به عند عدلک انک انت اعدل الاعدلین. و بدان که این دو شجره حیاً در بیان و در قبضه مالک خودند و یوم من یظهره الله اول مؤمن را جوهر شجره اثبات ببین و اول محتجب را جوهر شجره نفی و هر دو متبعند به غایت اتباع حدود بیان را، الا آنکه شجره اثبات اطاعت نموده خدا را در ظهور آخر و نفی اراده نموده که عبادت کند خدا را در ظهور اول. و این از سر حدیث که در حق ابلیس ذکر شده که بعد از احتجاب از سجده بدیع اول عرض نمود به ظاهر ان الله که عفو ورما
مرا عبادت میکنم تو را عبادتی که احدی نکرده باشد تو را مثل او. وحی آمد به شجره حقیقت من الله از نفس او به نفس او بر اینکه من دوست می‌دارم که عبادت کرده شوم از آن راهی که اراده نموده‌ام، نه از آن راهی که تو عبادت می‌کنی. و اگر کشف خطا از دیده از شود کل را در این فتنه می‌بینی. زیرا که هیچ نفسی نیست که ما بین خود و خدا عبادت نکند او را، ولکن از آن راهی عبادت می‌کند که خداوند نمی‌خواهد. از این جهت است که نفع نمی بخشد او را. از این جهت است که یوم من یسر الله دوست می دارد خداوند عزوجل که عبادت کرده شود به اطاعت او. و اگر نفسی در غایت تقوا باشد در بیان و عبادت کند خدا را به ما یمکنه فعل امکان، مثل او مثل ممثل خواهد بود. مثل او مثل ممثل خواهد بود. فاستعذ بالله عن ذلک، به این معنی که پناه بر به ایمان آوردن به من یسر الله از عبادی که ایمان به او نمی آورند. و شجره نفی را من قابل نقطه بیان ببین، یعنی مقابل، و شجره اثبات را من آمن به نقطه بیان نفی، یعنی نفی منفی بوده و هست، و اثبات ممتنع و مرتفع بوده و خواهد بود. به جای نفی میرسد که نفس خود او راضی نمی شود که ذکر اسم او را کند. نظر کن در نفی مقابل نقطه قرآن. امروز هیچ نفس در اسلام راضی نمی شود بر آنکه آن نفس باشد، و حال آنکه کل نفی بیان ابعد از همان نفوسند.